مردم وقت نان خوردن ندارن، اون وقت پروکورور ناحیه می آید و با یک افتخار نامبر میکند که ما 5 نفری رو که غیر قانونی تعلیمات دینی، تعلیمات اسلامی میدادن دستگیر کردیم. ما از برادرای خودمون خواهش کردیم که در کار مبارزه با دین، موقع دین، موقع خدا، موقع اسلام، موقع قرآن را بردار کنید. یعنی در جایی که دین هست اونجا باشید، در جایی که خدا و قرآن هست همونجا باشید، نه در موقع کسانی که مسجد میبندن، دشمنی با حجاب دارن، ریش دارن و من همین سحر نگاه کنید، ما نه ازیا پلوس یک مواد چاپ کرد، یک مواد به چاپ رسانید. شما میتونید در سایت ازیا پلوس تیجی یا نیوز تیجی ایرا بخونید. پروکورور ناحیه سوخت، پروکورور ناحیه سوخت با فخر اعلان کرده است که 5 نفر، یعنی 5 نفر پدر و مادران را تنها به خاطر آنکه فرزندانشون برای تعلیمات اسلامی نزد کسای روان کردن جریمه انداختن. و ببینید یعنی سوخت یک رایون، یک محل، یک مضافات، یک جای هست در کشوری، در یک نقطه هست در پهنای کشور ما که سطح بلند آمار خودکشی در سوخت است. سطح بلند آمار خودکشی در سوخت است. ما چند روز پیش نوار پخش کردیم و شما دیدید که زن، مادر 63 ساله نزد ما آمد، گریان شد که نه خانه دارد، نه در، نه چیز خوردنی دارد. و ما این نوار را پخش کردیم و به رجب‌بای احمدزاده رئیس شهر خوجند، رئیس ولایت سوخت مراجعت کردیم و خواهش کردیم که مشکل این مادر را حل کند. یعنی مردم وقت نان خوردن ندارن، اون وقت پروکورور ناحیه می آید و با یک افتخار نامبر میکند که ما 5 نفری رو که غیر قانونی تعلیمات دینی، تعلیمات اسلامی میدادن دستگیر کردیم و به جوابگری کشیدیم. یعنی تصور کنید که یه نفر رفت، ما همه در حجره درس خوندیم در زمان سیوز، در زمان شوروی. ما یک هفته یک دفعه کشمون میرفتیم خانه همسایمون، یک دو تا ملا بچه بودن، با اونجا چه الف ب ت س میخوندیم. یعنی اونجا دیگه ما قرآن یاد گرفتیم، اونجا فهمیدیم که خدا چیست، پیغمبر کیست و نماز چیست، در حجره در خانه همسایه. ولی حالا همین کارا طبق قانون منع شدن. سوال از پروکورور ناحیه سوخت، جوانایی که، بچه‌هایی که، نورسایی که میخواهند این کار انجام تیان از کجا تعلیم گیرن؟ جوابشون این است که از پدر و مادر. 90% پدر و مادرها در تاجیکستان دست چپشون از راستشون فرق کرده نمیتونن. حالا فرزندایی که میخواهند که خب یک سرخ از سفید یا سیاه از گلابی باید فرق کنن، باید کجا روند؟ اگر پیش مولای همسایه نروند، اگر پیش قاری همسایه نروند، کجا روند؟ ببینید روز تا روز دارن دایره را کم میکنن، دایره را میجفن، دایره را تنگ میکنن. و ما از خود این طلبک که البته زردشتی است، شما با فکرم همتون میدونید، ولی سعدی مهدی استاد دانشگاه هست. من متاسفم با انا همین استادا دانشجوها در دانشگاه چی تعلیمی میگرفته باشن. راستی خیلی خیلی متاسفم، چون که ببینید وقتی ما تعلیم گرفتیم، وقتی ما درس خوندیم در دانشگاه و در مکتب، حتی در زمان شوروی با ما میگفتن که سعدی و حافظ و کمال خوجندی و رودکی و بیدیل و سینا و خب غزالی و نمیدونم همه اینا در گهواره اسلام بزرگ شدن و تربیت یافتن و به جامعه هدیه شدن. حالا اینهایی که میروند به مثل سعدی مهدی و 4 کثیف دیگر نزد
دانشجوها میروند چی میگفته باشند درباره دین؟ همه خیلی دین سیاه میکنند که دین حجاب ندارد، ریش ندارد، مساجد ندارد و من این همه نمیگفته باشند یا چیز. و ما تاکید کردیم به این برادرای خودمون که برادرای خودمون هم تاجیکن، شما وقتی جای کار میبیاید حتما چه موضع و موقع گیریتون در پهلوی دین، در پهلوی اسلام باشه، نه در پهلوی کسایی که مساجد خراب میکنن، ملاها را محکم میکنن، عالما را بندی میکنن، خود دنبال حجاب و ریش و نمیدونم این چیزا هستن.